با یک جهان محبت و صمیمیت با شما عرض سلام میگوییم. بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان، منظور شماست نشر نوبتی برنامه تلویزیونی مسیر تربیه. باید بگوییم که امروز ما برنامه را پرره با سوال و درخواست بینندگان میبخشیم که آنها در طول هفته ها به ما ارسال نمودند. البته هر یک سوال و درخواستی که به برنامه ما ارسال گردیده است راجع به موضوعهای گوناگون می باشد. امروز به سوال ها در برنامه پاسخ میگویند دوسنت کافدرای پسیخولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان، نامزد علم های روانشناسی استاد نادر امانوف. با برنامه خوش آمدید. باور داریم که امروز هم چون همیشه بینندگان ما پاسخ های دقیق و درست را وابسته به مشکلات روانی خود دریافت میکنند. مادر به ابراز نامناسب از شهر دوشنبه سوال کرده است: هنگام یکروی کودک با دلخواه چیز عکس‌العمل والدان باید چگونه باشد؟ خواهش می‌نماییم از نگاه علم روانشناسی توضیح دهید. درست است. در حقیقت هر یک کودک در لحظه‌های گوناگون زندگی بعضا همین خیلی یکروی ظاهر میکنند و ما باید یکروی کودک رو پیش از همه از نگاه پسیخولوژی اگر تحلیل کنیم باید بگیم که سبب یکروی کودک ناراضگی او به یگون چیزی هست، با یک رفتاری مثلا که ما داریم یا گفتاری که ما داریم، این عکس العمل او است، یعنی جواب او به همین رفتار گفتار خطای ما از نگاه وی خطای ما است. بنابر همین ما باید یک باره با او هجوم کرده او رو مثلا سیاست کرده لطکوب نکنیم، بلکه یک تحلیل بکنیم. همچون آدمی که تجربه زندگی دارد، همچون آدمی که مثلا 26 سال میداند و جهان بینیش وسیع‌تر و خوبتر است، همین لحظه را تحلیل بکنیم از نگاه کودکی. مثلا در گفتار و در رفتار ما مثلا چی کم بودی شد، مثلا چی کاری ما با او مخول نشد و چی کاری کنیم که مثلا همین راضیگی او رو به دست بیاریم. گفته ما یک تحلیل بکنیم. وقتی ما تحلیل بکنیم درک بکنیم که سبب در چی است. بنابراین این یک طرف است. طرف دیگر وقتی کودک انجقی میکنه، یکروی میکنه، ما باید به مثل وی همتای او شده، مثل او برای باید ما هم عصبانی شده مثلا رفتاری مثلا منفی باید ظاهر نکنیم. چرا؟ چون که کودک تجربه کمی زندگی دارد و بسیار چیزها را درک نکرده است، نمیداند. ما از وی زیادتر درک کردیم، جهان بینی داریم، بنابر همین فهمیش زیادتر که داریم. بنابر همین ما باید کوشش کنیم که چخیلی که میگن آتش رو با آتش خاموش نمیکنند، آتش رو با آب خاموش میکنند. ما در عوض یا انجقی یکروی کودک ما یک بار یک تحمل کنیم، یک صبر کنیم، یک عاقلی فاضلی نشان دهیم و زبان شیرین کردی کوشش کنیم که همین لحظه رو با خوشی پس سر کنیم. یعنی عکس العمل والدان باید مثبت باشد. بله، در عوض مثلا یکروی، دغلی، بدخشمی کودک ما باید دغلی، یکروی، بدخشمی نشان نداده، برعکس با زبان شیرین، گفتار شیرین، مناسبت شیرین دل او را به جا بیاریم و حادثه رو، لحظه رو به طرف مثلا مثبت حل کنیم، نه اینکه به واسطه جنگ و جنجال. تشکر زیاد. عادتاً چنین یکروی در کودکان در کدام سن سال بیشتر میگردد؟ اصلا در هر یک دوره سنی سالی همین چیز ظاهر میشه، چون که هر یک دوره سنی سالی مثلا کریزیس های مثلا بگم برهان های سنی سالی است. مثلا بسیارتر بعد 3 سالگی بسیار میشه و سر میشه در کودکان. در کودکان وقتی که وی خود را میشناسد، من خود را میشناسد و خود را از دیگران فرق میکند و میخواهد در نزد کلانسالان خود را سنجش کند که چقدر قدر و قیمت دارد، آیا او مثلا برای او عزیز است، برای آنها عزیز است یا نیست، گپی او میگذرد نمیگذرد، نازی او میگذرد نمیگذرد، همین هر مثلا خواهش او مثلا اجرا میشد نمیشد. گفته قیمت خود رو در مناسبت با پدر مادر در کردن میخواهد که چی ارزش دارد، چی مقام دارد. بنابراین هر خیل راه و قطعی ما رو یا که نسبت ما هر گونه تجربه های زندگی رو میگذروند، نازهای ناجا میکند، گفتارهای ناجا، رفتارهای ناجا میکند. از این از 3 سالگی سر میشد. بعد رفته در سن 7 سالگی باز همین چیز تکرار میشد. وقتی که کودک به مکتب میرود و یک دگرگونی روی میتید، کودک مثلا به مکتب عادت نکرده است، مشکلی ها با دچار میشد، انجقی میکنه، یکروی میکنه، ناز کرشمه میکنه، نمیروم، این نمیکنم، نمیخوانم، این کارو نمیکنم. گفته علمی باز ما باید با مثلا از نگاه پسیخولوژی درست رفتار کنیم و زبان شیرین کردی
با یک ماجرای درست و در آوردن در کار که وای با یک ذوق بلند خواند و وظیفه‌اش اجرا کند و به مکتب رود و دیگر گفته همین خیل این دیوم یک دوره گفتم ممکن است که چی است یک روی کودک و دوره سومش دوره نورسی است وقتی که یعنی گزارش بله که از کودکی به کلان سالی میگذره دوره نورسی است که دوره به بالغت رسی است اینجا یک تبادلات میشود همین خیلی لحظه‌های تبادلات هستن با آمده در سن 15 سالگی هم خیلی تبادلات میشه بعد در آمده در 18 سالگی باز همین خیلی آیسته آیسته بعد آدم یعنی در دوره‌های معین بله این چیز تکرار می شود. تشکر زیاد. افضل خدای‌نظرов جوانی 26 ساله از ناحیه رودکی سوال کرده است. من بعضاً به اختیار خود را رو افتاده خسته و پریشان حس میکنم. کارهای در نقشه داشتم رو خوب اجرا کردن نمیتوانم. زود از کار دلگیر میشم. عصبانیت بیشتر اذیتم میدهد. سبب‌های این در چیست؟ بله درست قید کردن. حقیقتا هم بعضا آدم همین خیلی حالتی میشه که تیز عصبانی شده تیز گفتم ممکن است که زمین ذوق کاریش گول میشود دور میشود. این البته سبب ها دارد. پیش از همه سبب اساسی که بسیارتر در آدمان به طور وسیع دیده میشود این رژیم یا که رژه نادرست خواب است. بسیار همین جوانی این وقتا اهمیت نمیتیان که کی خواب میرم و کی خواب میخیزن اعتبار نمیتیان. مثلا اونا میتونن که تو ساعت 12 یک شب تلفن بازی کرده و دیگر مثلا هر گونه SMS نویسی کرده دیگر کرده خواب نروند تقریبا ساعت 12 یک شب خواب روند یک ساعت 6 به سحر و بیدار کرده به مکتب رفتن مثلا به یگون کاری یگون جا رفتن ضرور میشد از خواب میخیزد و انکوی صبح کنه که از ساعت یک شب خواب را تا ساعت 6 و 5 ساعت خواب میرود که اگر با خوبش اگر با خوبش برات اگر با باز میتونه که خوبش ناراحت باشد و خواب ناسالم باید باشد ولی اگر این باشد تماما با ضرر زیادتر است یعنی کمتر است نه اینکه 5 ساعت این ضرر دارد چرا چون که برای که معاینه سری آدم درست دم گیرد و خوبای خود را برقرار کند و نفس فعالیت کند آدم خوبش که 8 ساعت باید خواب رود 5 ساعت بینید قریب چقدر کم است و اقلا 7 ساعت باید خواب رود از 7 ساعت کم باید خواب نرود همین وقتی که رژه نادرست خواب روی رو آدم ها خیلی میگن کم خوابی مثلا سبب میشه آدم وقتی کم خواب میرد معاینه سر او تا به آخر گفتم ممکن است که مثلا راحت نمیکنه دم نمیگیرد و برقرار نمیکنه قوای خود رو نیروی خود رو بنابر همین روزی دیگری که ما کم خوابی کردیم روزی در روز ما ناراحت عصبانی هستیم من گفتم که هم از نگاه مثلا فیزیولوژی و هم از نگاه روحی همه طرف آدم ناسالم میشه چون که همه بدن همه روحی ما رو عصب اداره میکنند عصب وقتی که وای راحت میکند 8 ساعت 7 ساعت باید بعد پورگی مثلا ما رو اداره کردن میتونه وقتی که ما رو تا آخر که مثلا شرایط نمیتیم که وای خودش رو برقرار نمیتونه بنابراین وای نادرست کار میکنه بعد در آدم عصبانیت و مثلا دیگر حادثه‌های ناخوشی مثلا عصبانی یا که بدخشمی بدرفتاری دیگر مناسبت وای میشد با میخورد بسیارتر قریب 70-80% همین حادثه ها از همین بیخوابی کم خوابی است. یعنی اینجا پیش از همه باید این جوان توجه کند به رژه معینی خواب. بله باید به رژه معین خواب که باید نگاه کند که ساعت چند خیستنش در کار بنابر همین همو خیلی حساب کند که تقریبا 8 ساعت خواب رود اگر ساعت مثلا 6 از خواب خیستنش در کار باشد باید اقلا ساعت 10 باید خواب رود مثلا تا 12 یا 2 ساعت از 12 تا 6 ساعت دیگر تو 8 ساعت میشه 10 باید خواب رود لیکن بسیار بچهای ما 10 با خواب نمیرند اونا تا ساعت 12 بعضا یک شب هر خیل SMS بازی کرده با دیگر صحبت کرده میشینند بنابر همین این رو بینابر نمیگیرن و همین حادثه بسیار وقت روی میتیند. تشکر زیاد. آموزگار به ابراز نامناسب از ناحیه یاوان سوال کرده است چرا بعضی کودکان و نورسان بعد از تعطیل تابستانه وقتی به مکتب میروند روزهای اولی درسی خوب به دانش آموزی میل نمیکنند انیقترش برای عادت کردن آنها به روند درس ها فرصت زیاد لازم می شود. در حقیقت درست است چرا چون که همین آدمان یک خصلت خوب عجیب دارند مثلا آنها وقتی از کار مشکل به کار آسان میگذارند با آسانی میگذارند مثلا وقتی که از کار وزنین با استراحت که باشد و با آسانی چقی کرده زود گزارش میکند و اون مشکلی احساس نمیشد
لیکن چپش به مشکلی است. وقتی آدم از کار آسان و کار مشکل میگذرد با یک لحظه یک دوره معینی گزارش در کار است و بنابر همینم بچه‌ها که مثلا 2 ماه در روز که درس نخواندن دم گرفتن با اختیار در دست خودشون بود که میخواستن دم میگرفتن که میخواستن خواب میرفتن که میخواستن بازی میکردن که میخواستن کجای تماشا میرفتن همون ریجه ویران میشود و ریجه مشکل به پیش میآید. بنابر همین با ریجه مشکل وارد شدن یک دشواری ها دارد. این یک تا دیگرش که باز البته از پدر و مادرم وابستگی دارد که مثلا میتونن بچه را مثلا آماده کنند برای مکتب روید و پروسس جریان مکتب خوانی و از معلمان هم وابستگی دارد. معلمان خوب مثلا معلمانی که مثلا پسیکولوژی کودک رو خوب میدونن یک باره مثلا وظیفه مشکل در سر آنها بار نمیکنن، بلکه با واسطه هر گونه صحبت‌های شیرین و درس‌های گوارا و شوق‌آور و دیگر آهسته آنها را به همین سیستم درسخوانی و مکتب خواندن و آماده می‌سازند. این البته بهتری می‌شود. سلامت باشید. سوال دیگر، مادری از شهر دوشنبه سوال کرده است که والدان چگونه می‌توانند فرزندان خود را از خطرهای شبکه‌های اجتماعی محافظت نمایند؟ چون امروز مشاهده می شود که شبکه‌های اجتماعی بر روح و روان کودکان و نورسان تأثیر زیاد می رسانند. بله، در حقیقت این درست است. سوال بسیار خوب دادن و راه‌های گوناگونی البته محافظت کردن همین است که راه هست، لیکن یک خوبش همین است که کوشش کردن در کار زیر نظارت گرفتن در کار که فرزند با کدام شبکه‌ها وارد می شود، چند مدت در این شبکه‌ها می باشد، با کی صحبت دارد، با کی مثلا سر و کار دارد، همه این زیر باید نظارت باید باشد که مبادا کودک مثلا به نظارتی را که احساس که کرد بعد او با مثلا تجربه زندگی کم دارد، مثلا از بسیار چیزا که خبردار که نیست، چون که گفتم ممکن است که اونقدر گفتم که زندگی رو خوب در نکرده که هست، با آسانی به دام فریب دیگرها میافتد و آهسته آهسته خودش به یک ورطه میافتد که از اون ورطه دیگر برآمدنش مشکل می شود که بعضا پدر مادر هم دیگر کمک کردن نمیتونن. بنابراین اگر همه زیر نظارت باشد، مثلا حتی در درجه که پدر مادر عاقل تا ساعت 10 11 شب مثلا تلفن در دست فرزندش باشد، بعد 10 11 شب دست وی میگیرد که مثلا دیگر تلفن به تو ضرر دارد. حتی آدمانی همین عاقل فاضل همون تلفن رو خاموش میکنند که در نیم شب بیدار کردن یک از زنگ ناگهانی میزه شوخی ناجا میکند، همین ضرر دارد به خواب کودک. حتی همین مثلا پیشگیری میکنند. بنابراین خوب است که بعد ساعت 10 دیگر مثلا به فرزند اجازه دادن در کار نیست که به هر شبکه درآمده با تلفن مشغول، تلفن از دست گرفتن در کار، گفتن که ساعت که از خواب خیزی ساعت 8 سحر از دست من میگیری و همراه با زیر نظارت باید باشد. یعنی رجای معین باید باشد. بله، رجای باشد، زیر نظارت باشد، بهتر می شود. تشکر زیاد. از شهر وحدت مادر با نام مهرانه سوال کرده است. دختر من 6 ساله می باشد. وقت‌های آخر از تنها خواب کردن می ترسد و شبها زود بیدار می شود. این حالت از چی سبب باشد و ما باید کدام کارها را انجام دهیم؟ درست است. این بلیت خودشون علاقه درست قید کرده ایستادن که پس یگون ضربه روحی در این کودک روی دست و کودک از چیزی شاید ترسیده باشد یا خوابی دهشت‌آور سخت دیده باشد یا که یگون کینوفیلمی ترس‌آور رو دیده باشد، من یک حادثه ناخوش رو مثلا گذراندگی ضربه روحی دیده است. بنابراین در همین خیلی لحظه های گفتم ممکن حساس کودک رو تنها ماندن خوب نیست و خوب می شود که همین خیلی وقتا با نگاه کرده پدر مادر باید در پهلوی خود کودک رو بگیرن و هر زمان ببینه که کودک مثلا کمتر مثلا آوازی ناجا میبرد، یکی مثلا یک تلفظی ناجا دارد و ناراحتی دارد، دست او رو داشتن در کار. دست همین پدر مادر دست و در رسید همون استرس های منفی، همون حالت های دهشت‌آوری که در خوابش هست، حتی همون رسیدن همون دست، گرمی همون دست که میرسد علاقه کفایه است که حالت مثلا همین خواببینی و خوابی و دهشت‌آوری او به خواب مثلا گوارا تبدیل یابد و حالت روانی او بهتر شود. و اگر وی بیدار هم شود در پهلویش پدر مادر رو بیند او رو اگر پدر مادر آغوش بگیرن من در پهلویتم هیچ گپ نیست همش خوب است گفته او رو آرام کند، علاقه خودش همین بهترین اصولی برآمدن از همین لحظه بدی روانی است. یعنی باید این
модар чунин аксуламал нишон бале диҳад. ҳамин лаҳзаи гуворо бояд дар паҳлӯи ӯ буданд дар кор. ҳамин лаҳзаи чи дар агар бедор шавад, ӯро ба оғӯш гирифтанд дар кор, ӯро навозиш карданд дар кор, гуфтанд дар кор ман дар паҳлӯи тиам, ҳама чиз хуб аст, масалан ҳама чиз нақл мешавад, гуфта ӯро ором карданд дар кор. аз шаҳри душанбе модаре савол кардааст: ман модари ду фарзанд мебошам, яке 4 сола, дигаре 6 сола. вақтҳои охир нофаҳмиҳо байни ману шавҳарам зиёд рух медиҳанд. худамро идора кардан наметавонам, писаронамро зиёд сарзаниш мекунам, зуд асабӣ ва монда мешавам. метарсам ки чунин амалҳоям ба фарзандонам таъсири бад мерасонанд. барои хуб шудани ҳолати равонӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ дар оила ман бояд чӣ кор кунам? хоҳишмандам аз нигоҳи равонӣ ба ман тавсия диҳед. дуруст аст. ана ин кас аллакай ҳамин савола дода истода, худашон ё қадами аввал дуруст дарк карда мо гуфтанд. ҳамин одам якум қадами аввал бояд дарк кунад ки дар ӯ хатогӣ ҳаст. бале худаш хатогӣ бале кардааст. ҳамин шинохтани хатогии худ, дарк кардани хатогии худ аллакай ин ғалабаи аввалин аст, ки одам худаш хатоашо дарк мекунад. вақти одам худашо дарк кард, баъд дар қадами дуюм бояд вай мақсад гузорад, кӯшиш ғайра, масалан хеле ки мегӯянд иродаи худро истифода бараду кӯшиш ба харҷ диҳад ки дигар ба ҳамин гуфтори хато, ба рафтори дигар роҳ наметиҳад. ин аллакай қадами дуюмаш. барои ин баъд чӣ кор кунад? вай бояд худ ба худ ҳар замон худро ҳамихел гуфтан мумкин аст ки дар дили худ ҳамихел қарор қабул кунад ки ман ҳеҷ вақт дигар ҳамин гуфторро такрор намекунам, ман ҳеҷ вақт дигар ҳамин рафторро такрор намекунам. ва ҳар боре ки дар ӯ майли ҳамин гуфтору рафтор пайдо шавад, ӯ худро бояд нигоҳ дорад ва боз такрор кунад ки ман ин корро дигар такрор намекунам, ман ин корро масалан ин гуфторро такрор намекунам. гуфта ҳар замон ҳамун мақсади гузоштагии худро пеши назар биёрад ва амалӣ кунад. бале аввал пеш аз оне ки амал одам ягон амалеро иҷро мекунад ё ки гуфтореро мекунад, бояд андеша кунад оё ман ин гуфторро ба анҷом расонам ё не, ё ин амалро иҷро кунам ё не. яъне аввал андеша, баъд амал бояд шавад. яъне одам дар ҳама гуфтори худро, ҳама рафториро дар зери тарозуи ақлу хиради худ монад ки аз ин манфиат аст, фоида аст ё зарар аст. анамихел агар одам дар ҳамин ҳама чизро дар тарозуи ақли худ санҷида истода, таҳлил карда истода, баъд гуфтору амал кунад, ва ҳама вақт дар зиндагӣ бурд мекунад ва ҳама вақт ба мақсади худ мерасад. беҳтарин хислати хуби инсонӣ дар ҳамин аст. ташаккури зиёд. боз ҳам савол ва ё пешниҳоди навбатӣ вобаста ба оила аст. Убайдулло Назриф аз ноҳияи Восе пешниҳод кардааст ки мехостем вобаста ба арзишҳои оиладорӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ байни волидону фарзандон якчанд маслиҳати равонӣ диҳед. чун имрӯз баъзе наврасонро мебинем ки эҳтироми падару модар калонсолон ва ҷомеаро фаромӯш карданд. дуруст аст. дар ҳақиқат ҳамин савол бисёр маънои хуб дорад. ман ҳатто гуфтам ки беҳтарин савол аст. ман меписандам ин хел саволҳоро. чаро? чунки ҳақиқатан мо аҳамият диҳем он таълим тарбие ки фикр мекунем моҳон доштем, кӯдакони имрӯза надоранд, ки агар таҳлил боз зиёдтар кунем чапа мешавад. мо ҳам дар бачагӣ хато мекардем, лекин вақте ки мо хатогии моро падару модари мо оқилона гуфта бо як фаҳмиш вақте ислоҳ мекарданд, пеши роҳи масалан онро мегирифтанд, ба мо роҳи хаторо фаҳмонда истода роҳи дурустро нишон медоданд ки инаш беҳтаро, инаш оянда дорад, инаш хубтар аст мефаҳмонданд. анамихел оҳиста оҳиста ҳамин мои гуфтан мефаҳмидагиро оҳиста мефаҳмидагӣ карданд ва ба самти дуруст равона карданд. ана барои ҳаминам мо бояд аз падару модар миннатдор бошем ва бинобар ҳаминам фарзанде ки мегӯяд ку ҳамин қадри падару модарро медонад, ҳеҷ вақт хор намешавад. ана ҳамин бузурги падару модарам дар ҳамин аст ки вай фақат ба мо ғизо наметиҳад, вай ба мо таълимам метиҳад, тарбиярам метиҳад, ба ҳама хуши зиндагиро, роҳи дурусти зиндагиро ба мо нишон метиҳад. ва мо ҳам бояд ба фарзанди худмон ҳамихел рафтор кунем. оҳиста оҳиста бо фарзанд ба забони масалан дуғу пописа, латто кӯбкати нею, ба забони ширин ҳар замон бо онҳо суҳбат карда истода роҳҳои дурусти зиндагиро нишон додад. ин як. дигараш ки бисёртар бо фарзандон гуфтугӯ кардан дар кор, аз фарзандон аз оила дур шудан дар кор нест. масалан бисёр падару модаре ҳаст ки модар аз қафои ташвишҳои худаш ҳаст, вақт надорад бо писар бо фарзандаш гап занад, падар бошад аз қафои корҳои зиндагӣ аст, берун аз гуфта хона аст, аз масалан саҳри барвақт баромада меравад, нисфи шаб медарад,
فرزندش نمیبیند، گپ نمیزند، هم صحبت نمیشه. بنابراین همین انمی پروسس تربیت فرزند گم میشود. در این خیل حالت‌ها انمی کودکان بعد به همین راه‌های منفی میرود. برای که همین روی منفی نیست، پدر و مادر باید با فرزند خود هر زمان گفتار کنند، رفتار کنند، رفتارهای اونها رو تحلیل کنند، خطاش اصلاح کنند، بگویند که این خطا هست پسرم تکرار نکن، هوسمند کنند کودک را که کودک روی درست برود. اکنون یک بود روحی همین خیلی همکاری کردن همین خیلی است که مثلا بعضن کو با فرزندان یگونجا با مثلا برآمدن در کار، مثلا تماشا برآمدن در کار، مثلا روزای استراحتی اگر باشد، یگون روز عید باشد، فرزندان که پدر مادر فرزندای گرفته مثلا با تماشای مثلا باغ حیوانات رفتن در کار، یک جای صحبت کرده، زبان شرکتی اونا گفتار کرد، رفتار کردن در کار، اونا کتی اونا رو نوازش کردن در کار، مثلا سیر و گشت کردن در کار، یکی به تماشای با یگون جای دیگر رفتن در کار، یکی یک جای به تماشای یگون منظره های زیبا رفتن در کار، ناحیه‌ای که مثلا زیباتر خوبتر است نشون دادن در کار، یک شهر نشون دادن در کار، یک منظره های دیگر نشون دادن در کار، یکی به یگون جا رفته در یک جای مثلا در لب یگون آب یا یگون باغ یگون خوراکی بدیل پخته ایستاده یک جای صحبت کرده، مثلا همیشه هم یک جای بوده هم صحبت شدن در کار است که کودکان همین چیزها رو دوست می‌دارند، همین خصلت‌ها رو، همین لحظه‌ها عائله رو متحد می‌کند و عائله را به دیگر نزدیک می‌کند و پدر و مادر از دل همه فرزندان آگاه می‌شود، سبب‌هاش هم می‌فهمند چرا این خیلی است، چرا خطا گشته است و با اون کمبودی آنها رو درک کرده اصلاح می‌کنند. یعنی با عائله بودن در کار، فکراً با اون بودن در کار نیست، در عمل بودن در کار. پدر و مادر هر زمان در پهلوی آنها باشد، از همه برد و باخت آنها خبردار باشد، خطاگی آنها را نشان دهیم و راه درست با آنها برای درست آنها روانه کنیم و با آنها بودن در کار، از فرزند دور شدن در کار. یکی از مشکلی هست در همین تاجیکستان همین است که بسیاری ها با مثلا مهاجرت مهنتی میروند، از همین تربیت فرزند دور میشوند، فرزندها در کوچه میمونند، بی نظارت میمونند. البته خطاگی ها مشکلی های زندگی زیاد پیدا میشه، در تربیت آنها کمبودی زیاد میشه و بودن عالم برای همین است که ما باید جمع باشیم، یک جا باشیم، صحبت کنیم، همکاری کنیم و از خطاگی خود، از مثلا کمبودی خود، از نارسایی خود آگاه باشیم و آنها رو اصلاح کنیم و راه درست زندگی رو به فرزندمون نشان دهیم. این بهترین اصول تربیت فرزند است. سلامت باشید. اگر مشاهده کرده باشید در جامعه امروزه در تربیت بیشتر به تامینات مادی فرزندان اهمیت میدهند ولی تامینات معنوی دور میماند. بله. وابسته به این شما چی فهمید؟ درست است. منم این احساس میکنم که پدر و مادر خیال میکنه که فرزند رو همین وظیفه آنها فقط خوراندن و پوشاندن است. تمام. بله. دیگه این یکی از طرف است. طرف اساسی این به آنها مثلا آداب و عقل و خرد آموختن است. که این چیزی مهم است. حتی از خوراندن پوشاندن دیده عقل و آداب و خرد و دیگر اصلا بالاتر است. چون که فرزندی که سیر و پر باشد و عقل و خرد و تمیز و دیگر نداشته باشد و اوباش هم شدنش ممکن است، بی‌راه شدنش ممکن دیگر نمیشه. ما طرف اساسی رو افسوس که از دست میتیم. فقط ما خوراندن و پوشاندن رو باید فقط نشیم. ما باید همه هوش و گوش کودک همه چی رو مثلا از ما وابسته است که برای همین میگن که پدر و مادر برای فرزند آینه است، نمونه است. پدر و مادر چگونه باشن فرزند به همون مانند میشه. درست است. همین خیلی تربیت هم خیلی میشه. به خوراندن پوشاندن نه و از گفتار ما اونها بهره میگیرن، از رفتار ما رو میگیرن. مثلا پدری که مثلا خواهد که فرزندش سیگار نکشد باید خودش سیگار نکشد. پدری خواهد که فرزند دروغ نگه باید خودش در حضور وی هیچ وقت دروغ نگوید. اگر خواهد که فرزندش مثلا دشنام و قبه استفاده نبرد باید خودش هیچ وقت دشنام استفاده نبرد. همین خیلی خودت باید نمونه عبرت باشه. بله خود باید نمونه عبرت باشه که فرزندت به تو مانند شود. همین خیلی است. تشکر زیاد. سلامت باشید. اینجا با ما اشاره دارند که فرصتی به برنامه جداگردیدن است به انجام رسیده است. از بینندگان عزیز تلویزیون بارستان اگر شما نیز سوال و درخواستی دارید میتوانید با رقم هایی که عین حال نمایان است در طول هفته هر یک درخواست سوال خود را ارسال نمایید. البته ما این همه پیامک ها و درخواست های شما را به روانشناسان در برنامه های آینده پیشنهاد میکنیم. باور داریم که از برنامه امروزه چیزی برای خود برداشت کردید و یادرس میشیم که ما این برنامه را پورا با سوال و درخواست
бинандагон бахшидем ва дар барнома имрӯз ба саволҳо посух гуфтанд доценти кафедраи психологияи донишгоҳи миллии тоҷикистон номзади илмҳои равоншиносӣ устод Нодир Амонов. бори дигар хушомадед. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. барои шумо комёбӣ, саломатӣ ва саодати рӯзгорро таманно дорем. хайр, муваффақ бошед.